الو سلام. خواستم من الان امروز دومین بار دارم زنگ میزنم. میخواستم این پیام منو الان فرستادم به صورت زیرنویس بنویسید. من اردشیرم از خوزستان. میخواستم از برنامه خوبتون تشکر کنم و از اینکه ما دارید به راه راست هدایت میکنید. من الان پای برنامه‌تون نشستم، مخصوصا از این آخوند قزوینی که داشت افشاگری‌هاشون رو کردید با دلیل، با مدرک، با سند. بعد میخواستم اینو به صورت خلاصه زیرنویس کنید که من مطمئن باشم صدام یا SMS هم پخش میشه یا با من تماس بگیرید. من هم شیعه هدایت یافتم، من راه راست و حقیقت رو پیدا کردم. از قبل‌ترها هم میدونستیم که یا این قبر پرستی و مرده پرستی اینا همه کفره و یه مش استخون زیر خاک برای کسی هیچ کاری انجام نمیده. لطف کنید این جمله منو یا به صورت SMS بنویسید یا با من تماس بگیرید که من مطمئن بشم با شبکه وصال حق در تماس هستم، بیشتری در تماس باشم. ممنون، متشکرم.